دادستانی شهر ولادیکاوکاز سنت الله دولتزاده یک شهروند تاجیکستان را با سبب دلیل‌های ناکافی مقامات تاجیکستان برای استرداد او از بازداشت رها کرده است. دادستان گفته است دلیل‌هایی که مقامات تاجیکستان در درخواست استرداد به روسیه فرستادند کافی نیست. برای همین باید سنت الله دولتزاده از بازداشت رها می‌شد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی، اول درباره جزئیات پرونده میگفتید. بله، مقامات انتظامی تاجیکستان روز 18 می امسال سنت الله دولتزاده را با عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی و ترغیب عقیده های آن در اینترنت پرونده باز کرد و در پیگرد بین المللی قرار داده است. نسخه این سند دسترس رادیو آزادی شده است. در آن ذکر می شود که سنت الله دولتزاده در شبکه‌های اینترنتی برای تبلیغ حزب نهضت اسلامی نوارها و نوشته‌ها به نشر می‌رساند و نسبت او با ماده تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی پرونده باز کرده شده است و در پیگرد قرار داده شد. او را با نظرداشت همین درخواست ماه آگوست در روسیه بازداشت کردند. بعد شکایت دولتزاده، دادستانی ارنبورگ گفته است از بس که مقامات تاجیکستان در مورد همکاری دولتزاده با حزب نهضت سند و دلیل ارسال نداشتند و فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قلمرو روسیه ممنوع نیست، سنت الله دولتزاده باید از بازداشتگاه موقتی آزاد کرده شود و به تاجیکستان هم فرستانده نشود. شما با خود سنت الله دولتزاده هم صحبت شدید، خودش چی میگوید؟ بله، طور خودی سنت الله دولتزاده روز 25 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت به حزب نهضت اسلامی هیچ رابطه ندارد و این پرونده که در نسبت او باز شده است بی اساس است. سنت الله میگوید که جنایت صادر نکرده است ولی به سبب طلب‌های بی اساس مقامات تاجیکستان در روسیه به درد سر زیاد گرفتار شده است. حالا پرچه از صحبتش را همراه می‌بینیم با صحبت مورد امید. هنگام تفتیشات من از پروکرور پرسیدم برای چی شما را بازداشت کردید؟ پروکرور به من گفت شما در پیروی به اعضای حزب نهضت اسلامی جمهوری تاجیکستان گمانبر می شوید. ولی من جانب پروکرور گفتم من هیچ وقت در هیچ مورد پیروی از حزب نهضت اسلامی جمهوری تاجیکستان نکرده بودم. بنابراین پرونده اعلام کردن نسبت من ساخته و بافته است. بعد آنه که مقامات های تاجیکستان نتوانستند نسبت من یگان فکت و دلیل نوی را اثبات سازند، مقامات انتظامی کشور روسیه ما را از تفتیشات از بازداشتگاه آزاد نمود. و حالا سنت الله دولتزاده در آزادی است و به خاطر امنیت همسر و 2 فرزندش جای اقامتش را نگفت. و افزود که در شبکه‌های اجتماعی نظرهایش را درباره حادثه ها می نویسد که جنایت نیست، از جمله درباره بازداشت ژورنالیست و بلاگرها مثل دلیری امام علی و عبدالله غربتی نویس که هنوز هم در بازداشت هستند و درباره سرنوشت آنها خبری هم نشر نمی شود. و با درخواست مقامات تاجیکستان در روسیه بازداشت شدن سنت الله دولتزاده حادثه نو نیست. با چنین درخواست‌ها چندین شهروند تاجیکستان در روسیه بازداشت و بعد دوشنبه استرداد شده و جزاهای سختی هم گرفتند. بله. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد بود که درباره استرداد نشدن یک شهروند تاجیکستان از روسیه صحبت میکرد.